فدی بیچاره روز تا بگه بیکار میگرده دیگه نمیتونه. برادرش میگه 3-4 سوم خیتای برام بار بیارم. برادر سومامیتاش افندی میپره میره طرف جمهوری خیتای میرم بار مارا میخره، لباسا و توفل پولی میخره، تایر میکنه. بیسا که گیشه میبینه با یک رستوران میره، زبان کی ندانی گونگک میبینی گفتی استاد راسته. بعد وقتی که رستوران نمیدونه میگه مینیو را بیار، مینیو افشانکا مینیو را میارم. میتاش ببینه 1000 یک نمود گوشت نمیدونه کدامش بگیره. بعد ببینه یک گوشت بزدمانه میگه اینمی بیال افشانکا میارش افندی میزنه راحت میکنن. بعد فایرات میکنه افشانکا میگه بیا حساب کن. بعد میگه می گوشت بسیار گوشتی با مزه، بهترین گوشت. بعدم معقول شد لاحت کردم همین گوشتی بزنه. با فکر گوشتی چای کو گوشت میاد. بعد افشانکا میگه نه خطو کردی این گوشت من این گوشتی گوشتی خره. سه رفیق مثلا میگن که میریم مویگیری، نه که با چنگک نمیگیریم، میگه که میریم با دیویژاک موی میگیریم. دیویژاک زوره در آب میزنیش تاک یک چند ماهی در بیرون میبره. بعد مثلا میگن دیویژاک میگن در بالای خر میبندن میرون طرف یک حوض. وقتی که مویگیری سر میشه دیویژاک گریان که میکنن، دیویژاک ترس که میکنن خال ترخکف میشه میگرزه طرف یک قشلاق. این قفاش میدم که خر قبیده نمیتونه. بعد مثلا میگه بیا سری بر وقت همین نماز بامداد بریم که همون خر بیایم که در بالاش دیویژاک بستگی با پرابلم اون شبا. بعد سر بر وقت میرم. بعد این نمازی بامداد که میبینن که همون مردم نمازی بامداد برآمده هستن. بعد امام مسجد میگن که بابا جان یک چیز پرسیم، همین یگان خر پر ندیدم این طرف نگذشت. بعد این مسافر میگه یگان خر پر ندیدم این شب یک موتورسیکل بفرده.